همین سلمان پدرشان زردشت بود، خودشان آتش پرست بودند. من مختصرا این قصه را برای برادر میرسانم، دیروز قصه زیاد میگیرد. و پدرش بسیار آدم مالدار بود، بسیار مالدار و زمیندار بود و سلمان را چنان دوست می داشت، چنان دوست می داشت، می گفت که از تمام آن زمین و دولتی که دارم، سلمان برای من تو نیکوتر هستی، تو محبوب تر هستی. باره می گوید این پدر سلمان و سلمان فرمود که من امروز از زمین های خود خبر گرفته نمی توانم، و سر زمین های من را از حال زمین های من خبر بگیر، لیکن از تو التماس سلمان بر وقتتر برگرد، زیرا دیر آمدن تو در من طاقت ندارد. وقتی میگد این سلمان از خانه بیرون شد، در راه میگد با یک خانه، با زبان امروزه ما و شما بگیم یک کلیسا میگیم، یعنی جای نصرانی ها عبادت میکنند. در همون کلیسا رو پرو شد، نگاه کرد که مردم نصرانی عبادت دارد. در حال داخل همون خانه شد و عبادت نصرانی ها بلای سلمان بسیار خوب آمد. تا فرو رفتن آفتاب همراه نصرانی ها عبادت کرد. وقتی بیگاه شد میگد نزد پدر آمد. پدر خیلی ملامتش کرد، چرا تو دیر کردی؟ گفت امروز من در یک خانه نشستم که نصرانی ها عبادت میکردند و بسیار از عبادت اونها خوشنود شدم. پدر جان گفت از این دین آتش پرستی ما دیده دین اونها حق تر است و دین اونها شیرین تر است. پدرش گفت نه، گفت در دین اونها هیچ خوبی ندارد، هیچ ثواب ندارد. هرچند که میکرد سلمان از دین نصرانی بر نمیگشت. بناگاه پدر شکار کرد، سلمان را در خانه محکم کرد، دیگر نگذاشت که از خانه بیرون شود، زیرا میفهمید که وی این خانه را ترک میکند و از پی دین نصرانی میشود. لکن سلمان که در دلش محبت همون دل نصرانی که داخل شده بود و کاروان همون مردم اصفهان، در اصفهان زندگی میکرد، یعنی تولدش از اصفهان است، اصفهان ایران. با آنها فرمان داد که اگر شما وقتی که به طرف مردم شام حرکت کنین، وی پرسیده بود از اون خانه که ریشه شما در کجاست، عالم های شما در کجاست. آنها خبر داده بودند که در ملک شام، یعنی در دولت سوریه، همون حکومت ما، عالم های زیادی ما اونجا چکار میکنن؟ عبادت میکنن. از این خاطر سلمان همراه کاروان و شام سفر کرد از خانه پدر خود، یعنی راه گریز اختیار کرد و رفت اونجا پرسان کرد که اینجا عالم با قوتترین در کجاست. با او خبر دادن فلان کس عالم با قوتترین ایمان است. وی در خانه وی رفت، میگد عبادت میکرد. بسیار سلمان حکایت میکند که این مرد میگد به نهایت مرد ناخوب بود. مردم میگد صدقه می آوردن، طلا می آوردن که با فقرا و مساکین تقسیم کند، لکن این میگد این مرد همه اونها را در زمین گور میکرد و به کسی نمیداد. وقتی این مرد میگه از دنیا گذشت، مردم آمدن غمگین شدن. من به اونها خبر دادم که غمگین نشوید که این مرد ناخوب است. اون خیر احسانی که شما دادید همه اونها را پنهان کردگی هستند. وقتی مردم گفتن دلیل داری، وقتی رفت زمین میگه کن و طلا و نقره را نشان داد. این مردم به خلاصه آمدن که این پیشوای خودشانه به دار بکشن و سنگسار کنن و همچنان میگه معامله بر او کردن. و بعد اون میگه یک نفر دیگر در همون ملک شام میگه بسیار عالمی نصرانی با قوت بود، پیش او رفتم، بسیار آدمی خوب بود، در او کس شاگرد ایستادم. وقتی وفاتش نزدیک شد، باز از او توصیه گرفتم به دیگر انسان. همچنان یک سلسله چندین آدم نصرانی ده سلمان فارس شاگرد ایستادند، یعنی دین نصرانی که دین باطله بود با همین دین پیروی میکرد. بناگاه میگد آخران بار میگد با یک نفر رو پرو شدم، یک موی سفید خیلی نصرانی بود و بر من خبر داد که دیگر به کسی شاگرد نشو، میتوانی که به سوی مملکت عرب روی. در کتاب انجیل خبر آمده است که در همین زمانهای نزدیک یک شخص میبراید که 3 نشانه دارد. نشانه اولش همین است که صدقه را نمیخورد، دویم نشانش همین است که مال هدیه را میخورد و سوم نشانش همین است که بین 2 شانه او لا اله الا الله محمد رسول الله زدگی هست.
حضرت سلمان از زبان این پیر خود وقتی این سخن شنیدند میگوید گاو داشتم، گوسفند داشتم، رهسپار به سوی همین مملکت عرب شدم. و بر من میگد همون پیرم خبر داده بود که این مرد، این عرب در بین دو کوه سیاه از سنگ و بینش باغهای خیلی خرما دارد. انا همونجا چکار میکند؟ هجرت میکند. تو در همونجا میتوانی که با این شخص یعنی با محمد رو پرو شوی و با او ایمان بیار. وقتی میگوید در راه آمدیم با بنی کلب گفتگی یک قبیله رو پرو شدم و گاو مال با آنها دادم که مرا به ملکی همان گفته استادم برد. اونها مرا فریب دادن و با یک نفر فروختند و این مرد میگد مرا در راه عذاب و شکنجه میداد. بناگاه آورد میگه به یک موضعی که نگاه میکنم دو پهلوش همین کوه سیاس و بینش یعنی باغزار خیلی از خرما زیاد است. در دلم گذرانیدم که انا همین موضع همون موضع است. یک چند مدت با این خوجین خود خدمت میکردم. بناگاه میگد روز بالای خرما میچیندم که یک آوازه شد که یک مرد آمده است، یک مرد از مکه مکرمه به مدینه هجرت کرده است که نام او محمد است و وی بسیار انسانی خاکسار و مهربان است. با شنیدن این سخن میگد چنان بود که قریب از بالای خرما بر زمین زنم. دوان میگد در بالا یک طبق کمی خرما گرفتم و نزد او رفتم. پیشنهاد کردم و گفتم تو محمد هستی؟ گفت بله من محمد هستم. گفتم این صدقه هست، من برای شما آوردم. من برای سنجش گفت سلمان پیشنهاد کردم که استاد من گفته بود که محمد نشانش همین است که صدقه را نمیخورد. وقتی میگد پیشنهاد کردم گرفت کاسه را در دست صحابه ها داد گفت شما تناول کنین که صدقه برای من جایز نیست. صحابه ها میگه خوردن. من به دل گذرانیدم که این یکم نشانه وی است. دویم بار باز میگد از پیش او غایب شدم، باز خرمای آوردم و گفتم محمد این هدیه هست. وقتی رسول الله هدیه را شنیدن در حال خود تناول کردن و صحابه ها را دادن. در دل گذرانیدم که این همان محمد است. روز میگه جنازه بود، برای سیوم نشانه او را دیدن که مهر نبوت بود. میگه جنازه بود، پیغمبر خدا بین صحابه نشسته بود. وقتی من وارد معرکه شدم رسول اکرم 100% دانستند که من مهر نبوت را میکاوم و بالای سر پیغمبر دور میگشتم. مادامی که یک لطه پیغمبر میگه ریداش که بالای همون مهر پرتاخته بود، برای من دیدن همون مهر بسیار مشکل بود. پیغمبر خدا که پیخست شدند میگه ریدا را از بالای گردنشان گرفتند. من از پس پشت پیغمبر بودم. وقتی مهر را دیدم که نویسانده شده است لا اله الا الله محمد رسول الله، یک بار خودم بالای مهر پرتافتم و او را بوسه میکردم و میلیسیدم. پیغمبر خدا گفتم بس است سلمان، بس است، تو نائل شدی. سلمان از پیش گشتند و کلمه عرضه کردن مسلمان شد. این یک مختصرا حیات حضرت سلمان است.